نکته دیگر دوست عزیز، الله تعالی میگه که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. میخواهند که با پف کردن نور دین الهی را خاموش کنند و الله تعالی پر کننده و تمام کننده این نور است گرچند کافران بدشان آید. یعنی این آیت به ما چی میخواهد گوید؟ قرآن نابود شدنی نیست، قرآن زوال ندارد. این چنین حجاب چیزی نیست که از تن زنهای مسلمان کشیده گرفته شد به زوری. این چنین از آن چیزی نیست که ساکت شود و خاموش شود. قافله اسلام، کاروان اسلام رفته ایستاده است. کسی که به آن کاروان پیوست حتما به مراد و منزل و به مقصدش خواهد رسید. کسی که از این قافله، از این کاروان دیر ماند، وی سرگردان و رهگم زده می شود. پیامبر علیه السلام گفتند ولیبلغن هذا الامر ما بلغ اللیل و النهار. دین اسلام به همه آن خانه ها، به همه آن سرزمین ها و کشورها خواهد رسید که آنجا شب و روز را میبینند. یعنی تمام دنیا را فرا خواهد گرفت. این هم درس عبرتی هست برای ما از این آیاتی که خوندیم. خداوند نگهبان باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.